شدگان عشق در دشت فراق پیغام و سلام و یادگار آوردم. السلام علیکم مهمانان عالی قدر، همکسبان عزیز و شاگردان مهربان. امروز در مؤسسه تعلیمی ما با یک تنتنه در یک فضای صلح و آرامش روز عائله جشن گرفته شده ایستاده است. عائله اساس جامعه، مهمترین یچیک جمعیت و دولت میباشد. استواری و نااستواری آن وابستگی دارد. پایداری عائله باشد از مهر، محبت و همدیگر فهمی طرفین وابستگی دارد. محبت و آرامش در عائله باشد از معرفت ناکی از اعتراف گشته است، زیرا بهترین ارزش‌های انسان از قبیل صداقت و وفاداری، خویشتن‌شناسی و همدیگر فهمی در عائله تشکیل می‌یابد. مفهوم عائله و نقشه‌های آن در حیات انسان. عائله یکی از رکن‌های مهم و اساسی جامعه به حساب رفته مناسبت‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و اخلاقی را در بر می‌گیرد. عائله هم شهروند را و مناسبت‌های زن و شوهری، خویشتن‌تباری و عهده‌داری‌های یکی آدمان است که در اساس اتفاق آزاد وطن از آبادی حق علی واسطه بین یکدیگر فهمی مردمان رویداد یمانی خلق تاجیک به شمار می‌رفت. عائله صبح سعادت بوده است. احترام و یکدیگر فهمی در عائله نقش مهم دارد. این لحظه خوانندگان ما در وصف مادر که یکی از مقدسات میخواهند شعرها قرائت نمایند. مرحمت. از خاک پای مادر است، هرچی دارد این وطن اون از دعای مادر است. آنکه در وصف بهشت فرمود قرآن مجید، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. ایا مادر هزار احسن بنامد، با آن زحمت با آن لطف و کلامت، نمیگردی فراموش از دل و کس، هزار سجده می‌آرم بنامت. پدر دریاست مادر آبی آن است، پدر دنیاست مادر زیبی آن است، پدر کوه است مادر قله آن است، پدر خورشید شود، پدر پیغامبر است و مادر فرشته، خلایق آن دو را طبع نوشته. پدر شمع است و مادر ماه تابان، پدر انسان مادر جان انسان. پدر روز بمیرم خار گردی، که به مادر زهود بیزار گردی. بدان تا قدر آنها را شب و روز، بتای موی آنها زار گردی. پدر گر شعله‌ای چشمی زمان است، ولی مادر جهانی بیکران است. پدر گر چراغ زندگانی است، ولی مادر در دنیا جاودانی است. ایا مادر همیشه زنده باشی، همیشه با لبی پرخنده باشی. گر ببینی که عمرت کم بیمانده است، بگیر از عمر من تا زنده باشی. سرگیزاترین خورش‌ها را بهر شما آماده نمایند. همه باشیم. ما امروز بخشیده به روز عائله میخواهیم خورش شاهانه را آماده نماییم که در ترکیب خورش ما بادرنگ، گوشت، جواری مکه، تخم و مایونز استفاده میگردد و میخواهیم این خورش را پیشکش شما نماییم.
با صدق فرزند خویش را آماده نموده وارد گهواره ملکوتی گرداند. مرحمت. مهتاب بلند آسمان احمد جان ای بودن ما نام و نشان احمد جان مهتاب بلند آسمان احمد جان ای بودن ما نام و نشان احمد جان جامعه شهید خدا بیرم در تن تو جامعه شهید خدا بیرم در تن تو ای بچه ما جانی یا چند اینی مایی جانی یا چند اینی مایی جانی یا چند اونگه در باز ای بچه بلو دولتی سرم شیر و شکرم خوش رو پرم یا چند این لحظت صحنه است حیات امروزت به اشتباه شما نگردن ای بزشت ای کودکم گریه کرده روز آده چی دو؟ کلی من نبرم با عمرم ارچنم مونده حالی هم حولی را خودم مفرستم های حالی کلی نفهمیدن در کور بیچاره کودک داره نمیتونه بسه بخاره شیدمه کلی کلی خاله جان بچه‌م یک پیاله چای بیار حلقم کافشی آیده خاله جان خاله جان ای خاله جان ای صحب نمیتونه ای چایتون بریزم مالی بچه‌می کار پوچمی نداره برا کودک تا دیگه ماش خاله جان ای بیجا هکو اومده های بیچاره کار نکنه بچه‌م هم موقع بچه هم فهمیدن در کار گیرین چای بگیرین بیا بچه و علیکم بسلام بیا پیش بچه بچه هم ای کار آمده گشنه این سری بازی کمک کلی نبودم چیه خود پسته؟ خلا جان از پر نکردم دک میگیده داشت از یگان افخاط سبوکر میکنم اتهم میگی خطی افخاطی سبوکر کد اما افخاطی سبوکر کد فقط ترتش کبریام بزار من کدی خطی افخاطی سبوکر ایچی تا افخاطی سبوکر کد آی چطور کنم اینی نه بچه هم زن توقع نکرده
هرچی جان امشب روز آیله است. مادرم در خونه آش کرده میگه که با همراه آیلتان و کلینتان به خونه ما بیایید. من حبیب جان تستر بیایید. خیلی رفتیم بچه که این بچه تا که خیر رفتیم خونه همه بیایید. گرامی امروز در شنبینی ما که بخشیده به روز آیله بود در برابری که مادری جوان دعوت نموده بودیم و شنبینی سش باز یک آیله نمونوی دیه امان اکای محمد رجب با آیله شنفه اسلما که طول 40 سال است در یک جایگی زیر یک سقف خون بسر بوده صاحب فرزندهای برکمال گردیده در زندگی از همه زینه‌ها گذشتن. خوش آمدید. Keep it